سلام و احترام، وقتتان بخیر. به مجله صبح خوش آمدید. نشست جایگاه آموزش زنان در اسلام، فشار یا همدردی. پاکستان میگوید که در نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی پیرامون جایگاه آموزش زنان در اسلام از حکومت امارت اسلامی نیز دعوت شده است. خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان ابراز امیدواری کرده است که امارت اسلامی نماینده‌اش را به این نشست بفرستد. نشست جهانی درباره جایگاه آموزش زنان در اسلام دیروز شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی در آستانه برگزاری این نشست تاکید کرده است که آموزش یک حق اساسی برای زنان و مردان است. و اما پرسش هایی که مطرح می گردد، این چنین نشست آن هم در همسایگی افغانستان چه پیامی به امارت اسلامی دارد؟ چرا بعد از گذشت 14 و نیم سال از اسلام هنوز درباره آموزش زنان شک و تردید وجود دارد؟ من احمد شاپور الهی هستم. برای بحث بیشتر پیرامون این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر آقایان مولوی احمد احمدی عالم دین را اینجا در استودیو و همچنان میرویس قیاسی استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل را از طریق خط اسکایپ با خود داریم. هر دو مهمان گران قدر برنامه را خوش آمدید میگویم. آقای قیاسی شما را همچنان. آقای قیاسی، سوال اینجاست که این چنین نشست مهم پیرامون یک موضوع مهم در رابطه با یک ملت در همسایگی افغانستان در اسلام آباد برگزار میشه. میخوایم بدانیم که این چنین نشست برای امارت اسلامی حکومت فعلی افغانستان چقدر اهمیت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما، به جناب مفتی صاحب و سایر بینندگان. شما اجازه بدین که قبل از اینکه به سوال ما برم ریشه همین مشکل یک ظرف یک دو دقیقه را ما یک روشن بکنم، برای بحث خوب است. بله بفرمایید. است که بدون شک که در زمان وجود امریکایی‌ها در افغانستان از دیدگاه سیاسی و نظامی و استراتژی پاکستان پایگاه مهمی سران امارت بود. اما شوراهای از اونا در اونجا بود و اونا واقعا پشتیبانی کردن، غرب دور زدن، به هر صورت به امارت نگاه داشتن تا به روزی که امارت پیروز شد و به کابل آمد. اونا از این ناحیه امارت مرهون احسان پاکستانی ها هست. مسئله دوم مسئله بسیار داخلی و مهم ملت افغانستان است، مسئله اسلام است. مفتی صاحب شیشته شاید ما از اینا که کمتر عالم باشم، ولی امیر میفهمم که در اسلام تعلیم برای مرد و زن فرض است. باز نوع تعلیم یک در فقه اسلامی در فقه متأخرین یک کمی تفکیک شده که مثلا کلام نوع تعلیم گپا، خب به هر صورت ولی در مجموع آیات زیادی در قرآن کریم است که اولی سوره ای که نازل شده اقرأ بسم ربک الذی خلق و ای عام است حکم ازی. بعد از اینم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خداوند با استفهام انکاری پرسان میکنه که آیا برابر هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ یعنی معناش است که کسانی که میدانند از کسانی که نمیدانند و عالم هستند از کسانی که عالم نیستند بهتر هستند. در این آیات قرآن کریم ده ها آیات زیاد است که علم خداوند ترجیح داده بر جهل، هیچ تفکیکی مابین مرد و زن نشده. امارت متاسفانه به هر اندیشه‌ای که بوده این تعلیم از صنف 6 به بالا برای زنان ممنوع کرده. در اول بهانه‌هایی بود که زمینه مساعد نیست، تفکیکی زیادی نشده، سطر مسئله است. این مسائل در ظرف یک سال نهایتش میشه شده. متاسفانه امارت کار نکرد. این حکم دیگر هم بیان میکنم که ما این مفتی صاحب اینجا هست، ما اجماع داریم. ما در اسلام هم 4 اصل داریم در اهل سنت: قرآن است، سنت است، اجماع و قیاس است. یومین رکن اساسی اثبات یک حکم شرعی در اسلام اجماع است. اجماع را باز ما اجماع صحابه داریم، اجماع تابعین داریم، اجماع علما داریم و اجماع امت داریم. اجماع امت یکی از موارد یا مصادر اثبات حکم شرعی است. فعلا امت اسلامی بیانی اجماع داره که تعلیم زن چیزی لازمی و ضروری و یک چیزی مجاز و حلال و لازمی است در اسلام. اجماع امت بعضی وقت نصوص هم میتونه که احکامش تعویل بکنن. مثلا بردهداری در اسلام هیچ ممانعت نداره، ولی اجماع امت فعلا فهمیست که بردهداری ممنوع است، نظر به مو اشارت الناس و دلالت الناس و اقتضاءات الناس که آمد بردهداری را ملغا کرد. از دیگاه اجماع اسلامی فعلا که کشورهای اسلامی در اسلام آباد می اثر این مسئله که بحث میکنن
این دو بود داره. یکی بودی واقعا اسلامی داره که کشورها فردن گروهن از طریق اتحاد علمای اسلام جهان اسلام که شیخ قرضاوی مرحوم رئیس از امور قرضاوی و ایناست، اینا آمدن با امارت مفتی عثمانی از پاکستان علما بسیار جهید معتمد جهان اسلام، اینا آمدن با امارت ولدیدادو، اینا آمدن گفتن که این کار شما بکنین. امارت متاسفانه گپای از ایران نشنوید. از ناحیه امارت این گپ اگه خفه نشما گپ سیاسی نیست، ملامت هستند و واقعا ملامت هستند. ده یک ناخون اوگار امارت است که از نگاه اسلامی ما هر کس شما مفتی صاحب انتخاب کردم. یک بود سیاسی داره که بله اعظمی انگشتی همین اجازه بدید من بعد خود قدر وقت با مفتی صاحب بفرمایید. پاکستان میخواد که از همین انگشت اوگاری امارت که واقعا انگشت اوگار است، واقعا خطای خلای بزرگ است، استفاده بکنه از سیاسی امارت تاثیر قرار بده و در جهان اسلام چهره امارت بد نشان بده، برعکسی که بعضی از کشورهای جهان اسلام مثل ترکیه، قطر، حتی سعودی اینا یک دیدی خوبی نسبی امارت به نسبت به امارت افغانستان داره. میخواد ویژن از بین ببره. این در اثر چی گپ است؟ پاکستان در گپش مخلص نیست. پاکستان از خاطر خدای گپ نمیزنه. پاکستان میتونه در 3 سالی کارا بکنه، ولی پاکستان به خاطر اینه میکنه که باز هم به خاطر یک اشتباهی روابط خارجی یا سیاست خارجی امارت است. امارت امور راهی رفته راور است که رژیم های گذشته رفتن. او کدام است؟ اتباع به هندوستان. شما تخیل ده که ما حقایق بگم کدام بحث نمیکنم که امارت خفه شود. هندوستان حکومت نجیب به هندوستان تکیه کرد، سقوط کرد. حکومت مجاهدین به هندوستان تکیه کرد، سقوط کرد. حکومت بعدی طالبان یک روی کرد خوب آورد، سقوط کرد. بعد از اون باز حکومت جمهوریت هم سازوکارش به هندوستان کرد. هندوستان یک کشوری به اعتبار دور است، هیچ اعتبار نداره برای سقوط اما جمهوریت. یک نفر جمهوریت در یک فرماندهی درست نداشت. با این اساس فعلا امارات یک روابط خارجی بسیار گسترده هندوستان شروع کرده و معاون وزیر خارجه هندوستان رو قیدی. این گپ پاکستان را سرخورده میکنند. فعلا پاکستان از مشکل مرزی که با تی تی پی و جنجال و بمبارد و گپا کشمکش که داره، از نگاه سیاسی و روابط بین الدول اسلامی یعنی در جهان اسلام میخواد امارات بدنام کنه. که امیدوار تا بهار آینده امارات این موضوع را درک بکنه، در حوزه مکاتب و مدارس مطابق هم شریعت مطابق ایجاب اسلامی برای خارای ما باز بکنه که از همین ملامتی خلاص شود. ورنه پاکستان میکنه امارات. پاکستان مذاق نداره. پاکستان در طول 45 سال از داود خان شروع تا حالی هر درنو لیدونکو یو لنده د مخلو زربی تراگرزو. بله دوباره خوش آمدید. ادامه مجله صبح است. عنوان امروز ما نشست جایگاه آموزش زنان در اسلام، فشار یا همدردی. مهمانان آقایان مولوی احمد احمدی عالم دین را اینجا در استودیو و همشان میرویس قیاسی استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل را از طریق خط اسکایپ با خود داریم. آقای قیاسی، 14.5 سال از بعثت پیغمبر بزرگ اسلام گذشت. دوره‌های مختلفی را اسلام سپری کرد. بزرگترین حکومت‌هایی را در بطن خود جا داد. خلافت عباسی‌ها، اموی‌ها، عثمانی‌ها، هر کدامش 500 سال، 600 سال حکمرانی کردند در ثلثی از کره زمین. اما فکر می‌کنین که بعد از گذشت این همه سالها چی اتفاق افتاده است که هنوزم به خاطر تعلیم و تحصیل دخترها و زنها شک و تردید وجود داره و لازم می‌بینند که همچین کنفرانس‌های بین‌المللی دایر شود؟ خوب یک بودی دینیش که شما پرسان کنم سریع را گفتم میرم من با مفتی صاحب در مقامش بیادبی نباشه، خوب منتها مفتی صاحب متوجه باشه که با ایمان تخصص شاید یک تخصصی مثلا ولادت نسایی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نبوده، اما تمام غزوات مفتی صاحب بخونن، در تمام غزوات زنان مسلمان اونجا زخمی‌ها را تداوی میکردن، حتی زخمی‌های مرد در غزوه احد، در دیگه غزوات، غزوه تبوک، در تمام غزوات هم صحابیه‌ها زنان مسلمان مجروحین بیشتر زنان جمع میکنن و تداوی میکردن. یک درست. دیگه در اسلام ما یک اصل داریم در اصول فقه که میگه هر چیز مباح است یعنی حلال است مگر اینکه نصی صریح قرآن یا حدیث یا امید دو چیز دیگه اجماع یا قیاس یعنی 4 اصل شرعی است حرمتی از او بیاید. درست. اینا دیگه همه چیز حرام است، حلال است. مثلا ما
باز ببینم صدر مراد شود رنگ لباس مهم نیست مفتی سه بوکس میگوشن لنگی میمونه مثال یا مثلا ما خود پیشین پیتزا میخوریم در زمان پیامبر پیتزا نبود این چیزایی است که همه مباح این حال تعلیم بذاتی یک چیزی مباح است مسئله فرضیت که بحث است یعنی تحریمی از این در هیچ نصوص اشارت الناس اقتضاء الناس اینا نیامده و در زمان خلفای راشدین خلفای اموی خلفای عباسی خلفای عثمانی اینها همون نمادهای اسلام هستن حکومت‌های اسلامی هستند با وجود مشکلاتی داشتن در اینا دایش کردن من نه تنها که معنی از این بسیار تشویق شده در خصوصا در زمان خلفای عباسی بسیار رشد کرد محدثین در قرن سوم بسیار زنای ما داریم که مفتی صاحب گفت که مسئله عقاید است مسئله علم حدیث مسئله علم تاریخ مسئله طبابت در زمان حکومت عباسی پیشرفته ترین و بلندترین در اوج علمی خود در آن زمان رسیده بود بسیاری از اینها زنا بودند در مجالس علم حدیث اشتراک میکنند در مجالس بحث علم منطق اشتراک میکنند علم کلام اشتراک میکنند آن ما وقتش نیست اینجا ما کتاب هم حاضر برنامه از شیخ الله برنامه اصول فقه سیر ترجمه میکنم خلاصه از اون روزانه این چیزا رو خوانده میرم کی در اسلام یک چیز دیگر است برخلاف این چیزی که در افغانستان است یک دیگه ما میره قرآن میکنه مفتی سفید شیشتن ما در فقه حنفی دو نوع فقها داریم که فقهای متقدمین هستند که اونا کمی متساهل تر بودن یکی فقها متأخرین داره بعد از امام سرخسی است بعد از قرن چهارم ببینید در علمای متأخرین احناف دروازه اجتهاد بسته است یعنی کس نمیتونه که اثر در احکام دین اجتهاد کنه اینا میگه باید که مفتی صاحب میزنه یا طلبای کرام با شیخ هیبت الله میگه امی اجتهاد از کجا اینا کردن یا خود مجتهد نیستن دروازه اجتهاد بعد از شاه ولی الله دهلوی بسته است شاه ولی الله دهلوی آخرین مجتهد مسلمان که خود مجتهد منتسب میدانست مجتهد مطلق هم نمیدانست آن همین مجتهد در افغانستان از کجا شد با احترامی که با مفتی صادق دارم تمام علمای افغانستان همیشه مگذره خدا شما جمع بکنید یک تای از اینا یعنی حتی یک نفر در طول 5-6 هزار عالمی که در افغانستان دارن یک از این شروط فتوا و شروط اجتهاد ندارن که اینا مجتهد منتسب باشن مثل شاه ولی الله دهلوی حتی شاه عبدالعزیز بچه شاه ولی الله دهلوی دعوای از این نکرد که من مجتهد هستم شیخ قرضاوی دعوای از این نکرده که من مجتهد هستم در حالی که میدونه شیخ قرضاوی مجتهد منتسب باشه حالا همین اجتهادات در افغانستان از کجا میشوند که یک مجتهد بخیزه و یک احکام شرعی اجتهاد بکنه این درست نیست داریم اینا خبر نشوند اینا ما چنین بدم هر عالمی از اینا رو میارن در تلویزیون ما قضیه بحث علمی میکنم ما خودم شاگردی همون مدرسه افغانی هستم من مدارس خواندم ختم کردم درجه اول فارغ شدم باز رفتم پانتو خواندم باز تخصص گرفتم میگم درست نیست درست قیاس فکر میکنید که دلیل چی است وقتی شارع در اسلام الله متعال است وظیفه و صلاحیت حلت و حرمت مسائل را فقط الله متعال داره و در قرآن عظیم شان اینا بیان شدن حالا دلیل چی است که امروز مردم بلند میشه در شرایط فعلی این کار را وظیفه خود میدانه میان چیزی را که باید در اسلام حلال است حرام میدانن چیزی را که در اسلام حرام است حلال میدانن امی خوب شدی مثلا را یاد ما آوردیم بسیار سوال بجا کردین اولا میگه در قرآن کریم میگه قوم یهودا که شما از دل خود چیز نگوین حلال است چیز نگوین حرام است یعنی در این نص وجود نداره حلال حرام گفتن از امیرالمومنین گرفته تا مفتی صاحب تا ما این درست نیست این چیزا هست این قابل بحث نیست چرا این شده ما چراییش میفهمم اصلا عامل همین گفت پاکستان است یعنی عامل همین گفتی که امروز در افغانستان زنای افغانستان از درس و تعلیم خصوصا از تعلیمی که گفته تعلیم لازمی است تعلیم طب است تعلیم نرسینگ است تعلیم مامایی است همین چیزا ما نه پاکستان است در هر کوچه و پس کوچه پاکستان یک مدرسه جور شده مدرسه های بی نظم با نمچم الله ها با مفتی های جاهل اونجا یکی در شاگردای مدارس و مکاتب افغانستان در طول 30 سال همه با استفاده از مهاجرت افغان رو جمع بکنن یک مفتی جاهلی بخیرتی نادانی مردم تعلیم میده آموزش میده و یک برداشت غلط برای از اینا از دین میده عامل پاکستان از افغانستان مصیبت نبود افغانستان یک اصول داشت علمای افغانستان بسیار مجتهد بودن علمای بزرگ افغانستان مولوی عبدالرحیم خنجانی مولوی عبدالودود بدخشانی مولوی سمنوار اینا اکثر استادای ما هستند اینا یک قسم علما نبودن اینمی پاکستانی بدبخت اینمی مدرسه‌های آیسای معامله گپ بود این حال پس دعوای تعلیم همین آیسای پاکستان بکنه مصیبت همیست که مصیبتی ما در پاکستان است هم مصیبت دینی ما هم مصیبت دنیای ما بسیار تشکر بینندگان گرامی بازم یک میان برنامه کوتاه
بله، بازم خوش آمدید. ادامه مجله صبح است. اینجا در استودیو با ما مولوی احمد احمدی عالم دین و همچنان از طریق خط اسکایپ میرویس قیاسی استاد دانشگاه هستند. آقای قیاسی، هرچند شما در ابتدا گفتین که دولت پاکستان میخواد از این چنین یک نشست استفاده سیاسی ببره، وجهه امارت اسلامی در برابر دنیا خدشه وارد بکنه، اما میخوایم بپرسیم چگونه دولت پاکستان چگونه میخواد که از این گونه نشست‌ها استفاده ابزاری بکنه؟ شما مستحضر هستین این مسئله را آقای زلمه خلیلزاد همچنان یادآوری کردن؟ دقیقی من بگم که چه قسم استفاده ابزاری میکنه که ملت هم آگاه شوه، امارت هم آگاه شوه و این من خوب صحیح میدانم، عین الیقین میدانم. امی امارات متحده عربی بسیار یک رویکرد خوب داشت قد طالبا و حتی امی سران از اینا را، وزیران از اینا را که در لیست تحریم ملل متحد و امریکا هستند، اینا را قبول میکرد میمانی. خود بن زاید که آدمی درستی نیست، البته سخت طرفدار یهود و طرفدار نتانیاهوست، اینا را ملاقات میکرد، میدید در مجالس خصوصیشان در اینا پیسه میده و امنیت میدانهای هوایی و چی میگه رادار افغانستان در دستی کمپانی اماراتی است. بسیار رویکرد خوب داشت. یک دوم دهه اواخر پاکستان عربستان سعودی رم که در رأس قدرت از او بن سلمان است که آدم باز هم درست نیست، طرفدار یهود است، طرفدار صهیونیست است. این هم سفارت خود در کابل باز کرد. این دو چیز پاکستان با این ترسان که اینها همو پیسه و یا خیر و خیرات و یک چیزای اضافی کمک به جان اسلام داره. دو کشور که بسیار مهم هستند بعد از قطر، کشور فعلا در روابط در خاورمیانه مهم هستند. اول قطر است، دو تاست با این خیرات و صدقات یا مکتب و مدارس و یک چیز از نو به افغانستان سرازیر میشوه. پیش از این کنفرانس چند روز پیش صدر اعظم پاکستان بن زاید دعوت کرد و بسیار مهمان خصوصیش بود. حتی هم دختر نواز شریف برادرزاده صدر اعظم پاکستان قد از دید که در فیسبوک ها اینا برآمد که هم دوست دادن و تقریبا چیزش یک ذره ریشخندی جور شد. الان دو کشور که در افغانستان رو کردن، پاکستان بسیار در این گپا شیطان کلان است. پاکستان همین کار شروع کرده و این کنفرانس هم درست است که دوره‌ای در نوبت پاکستان بوده، اما چرا اجندای از این به تعلیم زنان اختصاص داد؟ از انگلستان هم دختر ملاله او را که امی طالبای خود پاکستانی نفرای شیخ فضل الله در سواد زده بودن، ملاله یوسفزئی، اجازه بدین که میشنوین؟ ملاله یوسفزئی نام داشت قیاسی صاحب. بله ملاله یوسفزئی او را میاره، او دخترم میاد یا سخنرانی میکنه. ببینین پاکستانی‌ها دیگه چند فاخته میزنن. سعودی را از همین راهی که شروع کرده روابط خود با امارات باز کنه، این از سعودی را میگردانن. حتما در این کنفرانس را پاکستانی‌ها میکنن. امارات که یک روابط استخباراتی و امنیتی با امارات افغانستان، امارات متحده عربی با امارات افغانستان داشت بن زاید، این حتما در این کنفرانس در پسخانه‌های استخباراتی اینا را میگردانن. این دو. سوم اون طرف از انگلستان و از طرف چیز انگلستان و ملاله میارن، ملاله یوسفزئی و ملاله میاد سخنرانی میکنه. ببینین هم غرب در این گپ شریک میکنن پاکستان یا بساط شیطانت قویستن و همین دو کشور با شمول کشورهای دیگه اسلامی که تا حال امارات گپی از اونها در مسئله تعلیم زنان نشنویدن. یک بسیار سیاستی اشتباه و سیاستی غیر حکیمانه امارات است. از این ناحیه پاکستانی ها خراب میکنن امارات، اما از نوع روابطی بین دول اینجا خود جنگ قضیه شروع کردن. امارات خود جنگ است. این حالا دو کشور که دار بودن، اونا همون پول و دارایی یا کمک ها و خیراتی که به افغانستان باید بتن برای خود پاکستان میگیره، به یک بهانه در جنگ ها که در مرز است مصرف میکنه و وضعیت امارات خراب میکنه. باز یک بار دیگه تکرار میکنم که امارات هوشیار شده خوب، ولی هوشیار شدنش به این انجام میده که در هندوستان اتکا کنه. تکیه به هندوستان هر نظام افغانستان از سرآغاز زوالش است. بله، فکر میکنید که آقای قیاسی در این شرایطی که افغانستان یک حکومت نوپا را تجربه میکنه، مقامات امارت اسلامی هم همچنان در سفرهای متعدد خود به کشورهای مختلف در صدد استحکام روابط دیپلماتیک و سیاسی هستند، لازم است چگونه یک قدم بگذارند تا از این گونه تشنج‌های منطقه‌ای افغانستان محفوظ بمانند؟ بسیار خلاصه، اولین کاری که امارات میکنه در مسئله سیاست داخلیش پیشتر مفتی سبگو ما با ایگه موافق نیستم. امارات تا حال قانون اساسی نداره، قانون مدون نداره. فقه اسلامی در یک هدایه امام برهان الدین مرغینانی در یک حاشیه 5 داره است. امام ظفر یک چیز میگه، امام ابو یوسف یک چیز میگه، امام محمد یک چیز میگه، امام ابو حنیفه یک چیز میگه.
نفر میگه که هذا دلیل علی بطلان رأی ابو حنیفه. در فقه اسلامی نمیشه که فقه اسلامی به عنوان قانون در پیش رو بانه، چرا که در اونجا مسائل مختلف فقهی است. درست. اما قانون نداره، قانون مدنی نداره، نمیفهمم که با اساس قانون ظاهرشاد اینا کار میکنن، با اساس قانون جمهوریت میکنن. ما قانون داریم میگه اصلا برنامه داریم، هیچ چیز نداره. امارات برنامه مدون هیچ چیز نداره، با اساس فرامین میچله. فقط فرمانایی که شیخ هیبت الله از قندهار صادر میکنه عنوان مصدر شرعی، هیچ از قانون نداره، قانون اساسی نداره. امارات باید قانون اساسی خود بسازه، قانون مدنی از مطابق اسلام مثل دولت ایران واری یک قانون سازه. خیلی ممنون. تقریبا قانون شاید در مسائل سیاست داخلی باید مشکل خود حل کنه. یکی که بحران در مسئله دومش هم است که اینا بیاید با دنیا جوابگو باشند. دمی پروتکل ها، دمی قوانینی که افغانستان داره امضا کرده که اونایش که مخالف شریعت نیست، در همون چیز اینا خود در جامعه بین‌الملل مندمج بسازند. با این قسم نمیشه. و اینا یک برداشتی که مفتی صاحب با احترام بازم به تکرار میگم، با احترامی که پیدا دارم، گپایی که اینا در اینجا میزنن بسیار گپای ابتدایی است، بسیار گپایی است که در صنف 2-3 مدرسه ما را خواندیم. در این حد نمیشه بسیار تشکر. نمیشه یک جامعه را ساخت، در این حد نمیشه حکومت مدرن ساخت. این گپای داهاست، اینا کلش آیدیا خیالات ذهنی است. این من نمیگم مخالف اسلام باشه، مثلا نیست هستم. امارات نه در خارج گپش جور است، نه در داخل گپش جور است. بسیار تشکر قیس صاحب، خیلی ممنون.